سلام، خیلی خوش اومدید به این جلسه از آموزش آرتیم. تو این جلسه قصد داریم نحوه تشکیل شدن گره های هم مقیاس نوع دیگهش رو با هم کار کنیم. تو جلسه قبلی اولین نوع از گره های هم مقیاس رو با هم کار کردیم. گفتیم نحوه تشکیل شدن این گره به این صورت بود که تو یک مسیر حرکتی دارن در یک مسیر تشکیل میشن و قیمت توی یک مسیر توی لگی که حرکت میکنه میاد دو تا گره هم مقیاس یا سه تا یا چند تا گره هم مقیاس میسازه و بازی خودش رو بین این گره ها انجام میده. خب گفتیم که یک نوع از این گره ها به این صورت بود که این گره ها داخل همدیگه نفوذ کردن، یعنی مثلا این گره تا داخل گره بعدی هم میومد و یا حتی ممکن بود گره های هم مقیاسمون به این صورت با فاصله از هم تشکیل بشن. گفتیم برای اینکه چشمی بتونیم ببینیم کدوم گره ها با هم مقیاسن، گره هایی رو هم مقیاس قرار میدیم که اندازه هاشون تقریبا برابر یا دو برابر هم باشه مشکلی نداره. خب این شد اولین نوع از گره های هم مقیاس. گفتیم قیمت با زدن جریان سفارشات گره پایینی برمیگرده و سفارشات خودش رو از گره بالایی برمیداره، یعنی بعد از اینکه میاد جریان سفارشات، ببینید در هر گره ما دو تا جریان سفارش داریم. خب فرضاً این که گره ما باشه به این صورت، اگه گره ما به این صورت باشه ما دو تا جریان سفارش در بالا و پایین گرهمون خواهیم داشت، یعنی یک گره به این صورت داریم در 50% پایین تر است. این گره رو اگه به دو تا قسمت تقسیم کنیم، یعنی یه خط وسط گرهمون بندازیم، معمولا در اغلب اوقات یک جریان سفارش در بالا داریم و یک جریان سفارش در پایین داریم و کار ما با اینگولف یا اف او شدن این جریان سفارشات هست که بعد اینا رو بررسی کنیم ببینیم اینگولف شدن یا اف او شدن. تو بعضی از گره ها هم هست که ما جریان سفارشاتمون تبدیل به یه دونه جریان سفارش میشه، مثلا پشت چارت یک تامین نقدینگی خواهیم داشت که تو اون حالت ها دیگه جریان سفارشمون محدودتر میشه و نحوه اینگولف و اف او پیدا کردن ها رو توی جلسات قبلی گفته بودم. خب تو این جلسه حالا با نوع دیگه از گره‌های هم مقیاس آشنا میشیم که دارن در خلاف جهت همدیگه تشکیل میشن. یعنی شما توی لگ حرکتی بودید، قیمت اومده یک گره‌ای براتون اینجا ساخته و در برگشت که داره میاد به سمت پایین یک گره در جهت مخالف گره شما میسازه. تو این جور گره ها هم ما دو حالت داریم، یا این گره داخل گره پشت چارت نفوذ کرده یا هم که نه، با فاصله داره تشکیل میشه که به این صورت خواهد بود، یعنی به هیچ بین این دوتا گره فضای خالی وجود داره، یا بین هم یا داخل هم نفوذ کردن یا هم که بینشون فضای خالی وجود داره، هیچ فرقی نداره. این دوتا گره هم مقیاس هم گفتم شکل و ظاهر باید تقریبا شبیه هم باشه و تا دو برابرش هم باشه مشکلی نداره، یکی دو برابر اون یکی هم باشه مشکلی نداره، ما همچنان اینا رو هم مقیاس میگیریم. نکته ای که قبل از این توضیح دادن این باید بگم اینه که خیلی از بچه‌ها سوال میپرسن که ما وارد چارت میشیم چی رو باید ببینیم. شما برای اینکه بتونید ترید کنید یا یک نقشه راهی داشته باشید به این صورت باید عمل کنید. باید اولین کاری که میکنید، بهترین شیوهش اینه که گره هم مقیاس پیدا کنید. یعنی شما یا توی این لگ باید گره هم مقیاس پیدا کنید، یعنی شما مثلا تایم میخوای 1 دقیقه ورود کنید، میای توی تایم بزرگترت گره های هم مقیاس رو مشاهده میکنی، میبینی که قیمت با این گره ها چی کار کرده، آیا اومده اینو اینگولف کرده. خب اگه اینگولف کرده باشه این گره رو، خب شما انتظاری که دارید اینه که تا جریان سفارش گره بعدی قیمت بالا بیاد. این انتظاری که دارید دلیل نمیشه که شما از اینجا تا این بالا رو بای بگیرید. شما باید یه تایمی همیشه از مارکت رو منتظر پوزیشن باشید. بعضی وقتا ممکنه به شما چارت اجازه ورود نده، برای همین بهتر شما روی 2-3 تا asset کار کنید که بتونید نقاط ورود رو در روزهای مختلف داشته باشید. ممکنه بعضی وقتا انقدر اینجا کند پیش بره که شما مثلا چند روز طول بکشه تا به اینجاها برسید توی تایم‌های بالاترتون، یا به این صورت شما باید خب یک دید کلی نسبت به چارت داشته باشید، یا اینکه شما مثلا توی تایم بالا میخواید یه تحلیلی انجام بدید، باید توی تایم هفتگیتون میخواید یه تحلیل رو بررسی کنید، ببینید وضعیت این استی که دارید بررسی میکنید به چه صورته. قیمت رو توی تایم بالا داخل یک فلگ بزرگ ببینید و این فلگ بزرگ رو بیاید اجزای داخلیش رو تشکیل بدید، بگید آقا مثلا اینجا یه جریان سفارش بوده، اینجا هم یه جریان سفارش بوده. خب
اجزای داخلی رو همه رو انجام میدید، کاراش انجام میدید. بعد اگه قیمت با این گلف این جریان سفارش میاد تکمیل سیمتریش انجام میده و به همین ترتیب قیمت رو میتونید شما بر اساس همین دوتا نقشه راه تا حد زیادی پیش بینی کنید، ببینید انتظاری که خواهید داشت از قیمت چیه. پس شما برای اینکه بخواید یه نقشه راه داشته باشید، اولین قدمتون اینه که گره های هم مقیاس رو ببینید و بتونید تشخیص بدید. بعد که گره های هم مقیاستون رو تشخیص دادید، میتونید خب یه دیدگاه بگیرید و بر اساس همین گره ها معاملات خودتون رو انجام بدید. به طور کلی بچه‌ها ببینید وقتی شما توی لگ چند تا گره هم مقیاس دارید، قیمت یا میاد زیر همه این گره های هم مقیاس رو میزنه و بعد به سمت بالا میره، و یا قیمت میاد گره های هم مقیاس شما رو به ترتیب این گلف و اف او ها رو انجام میده و از یکی از همین گره های هم مقیاس به سمت بالا فیک اوت میکنه. این که شما بتونید این گره های هم مقیاس رو تشخیص بدید خیلی مهمه. پس یا قیمت میاد زیر همه گره های هم مقیاستون رو میزنه، یا از یکی از این گره های هم مقیاس قیمت به سمت بالا حرکت میکنه و تکمیل سیمتری میکنه و اون سایکل خودش رو تغییر میده. وقتی شما گره های هم مقیاس رو میبینید دیگه راحت میشه برای شما، چون چارت مثلا شما توی لگ ماهانه وقتی دارید میبینید یک استی داره یه رالی سعودی رو انجام میده، قیمت میاد برای اینکه شما رو گمراه کنه در یه نواحی شروع میکنه به ساختن گره های هم مقیاس. شما فکر میکنید که قیمت مثلا از اینجا قرار برگرده و تمام این کف هایی که تو این سایکل قبلی درست کرده رو دیگه بزنه. یعنی شما مثلا فکر میکنید که اینجا رو شکار کردید و قرار دیگه تا آخر سوار این موج بشید و باهاش ادامه بدید. اما قیمت اینجوری حرکت نمیکنه. به ترتیب شما گره های هم مقیاستون رو توی لگ مشخص میکنید. بعد که گره های هم مقیاس شما ببینید اینجا الان ما 3 تا گره هم مقیاس داریم. خب احتمالاً پشت چارت اگه برید حالا تمرین کنید میبینید که وقتی اینجوری تشکیل میشه معمولا اینور یا ما یه سایکل کلا بزرگتر داشتیم، خب یه سایکل کلا بزرگتر داشتیم که قیمت اومده این گره هم مقیاس رو تشکیل داده تا دام نقدینگی پهن کنه و بیاد سفارش از این گره بزرگه برداره و به سمت بالا بره، یا نه یا اومده که اینجا یک گرهی میخواد هم سایز گره قبلی بزنه، یعنی شما یک گره هم مقیاسی تو سایز این خواهید داشت در نهایت که این گرهتون اینجا تکمیل بشه، مثلا از روی این گره بخواد به سمت بالا فیک اوت کنه و تکمیل کنه. مثلا اینجا شما 3 تا گره دارید، خب فرضاً این گره هاتون با هم مقیاسه، خب این 3 تا گره الان با هم مقیاسه و پشت چارت هم شما یک همچین چیزی رو دارید. خب قیمت کاری که میکنه یا اینجا میاد از یکی از این گره های هم مقیاس کمک میگیره و یه سایکل بزرگتر درست میکنه، و یا نه کلا میاد سفارش خودش رو از سایکل بعدی برمیداره یه سایکل بزرگتر برمیداره و شما در نهایت میبینید که دوباره اینجا 2 تا گره هم مقیاس توی سایکل بزرگتر دارید و سری بعدی که قیمت بخواد تغییر سایکل بده میاد مثلا بین این دوتا میشه که گره هم مقیاس شما و یک حرکت یا یه نقشه راه بزرگتری رو در اختیار شما میذاره. خب برگردیم به ادامه داستان خودمون. اینجا شما یک گره به این صورت دارید و یک گره هم در جهت مخالف دارید. خب ببینید در تشخیص جریان سفارشات باید دقت کنید. وقتی شما یه جریان سفارش اینجا دارید، خب بهتون یک RS اینجا میده و یک LS هم در این قسمت، خب و این میشه جریان سفارش بالا. من گفتم در اغلب گره ها ما 2 تا جریان سفارش داریم، یعنی در 50% بالایی گره یک جریان سفارش داریم و در 50% پایینی گره هم یک جریان سفارش دیگه معمولا وجود داره. حالا ممکنه خیلی چسبیده به این پایین هم باشه. دوباره همین داستان رو اینجا هم خواهید داشت، یعنی یه جریان سفارش از پشت چارت پیدا کردید، یکی در بالا و یکی در پایین. به این هم به این گره بعدی هم که در خلاف جهت هست به این صورت، یعنی شما یه چیز اینجا دارید بعد اینجا شده و بعد مثلا یک LS و RS هم در این قسمت خواهید داشت، یک LS یا یک RS هم در این قسمت. خب این شد جریان سفارش پایین و 50% بالایی هم یک جریان سفارش هم در این قسمت ها شما خواهید داشت. حالا به سفارشات دور و نزدیک هم میشه گفت به اینا سفارشات دور و نزدیک و به این صورت خواهد بود. خب
قیمت چیزی که ما کار میکنیم، نقشه راهی که ما داریم به این صورت. قیمت میبینیم که آقا از جریان سفارشات دور و نزدیک. خب این الان چیزیه که ما در اختیار داریم. جریان سفارشات نزدیک، جریان سفارشات دور. به اولی میگیم جریان سفارشات نزدیک، به دومی میگیم جریان سفارشات دور. خب قیمت میبینیم از جریان سفارش نزدیک اومده LS ما رو اینگالف کردیم. خب چه انتظاری خواهیم داشت؟ اینه که برگرده قیمت و LS جریان سفارش نزدیک در گره مقابلش رو برداره و به سمت پایین حرکت کنه. ما این قسمتی که قیمت میره به سمت جریان سفارش رو کار نداریم. ممکن اصلا نره و به صورت FTR تشکیل بشه یا یک FTR شما اینجا داشته باشید که اصلا قیمت به اون جریان سفارش هم نرسه. ما چیزی رو که اتفاق میفته رو کار داریم، یعنی برامون اهمیت داره قیمت به اینجا برسه و بعداً سفارش خودمون رو بگیریم و ترید خودمون رو انجام بدیم. خب بعضی اوقات ممکنه شما بیایید و اینجا همه چیز اوکی باشه، قیمت بیاد و در سفارش نزدیک شما یک اپسیلون بالای LS شما رو که از این پایین یه LS اینگالف شده بود، از این بالا هم ما انتظار داشتیم از روی همین LS قیمت بچرخه و بیاد پایین. حالا بعضی اوقات ممکنه شما یک اپسیلون بالای LS تون هم بخوره. خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا بهش میگیم سکرت. ببینید تو سکرت ها وقتی شما یه سکرتی براتون اتفاق میافته، در حرکت بعدی شما میتونید این سکرت ها وقتی اتفاق میفتن یعنی قیمت قرار در لگ بعدی بچرخه به سمت بالا و این خودش یک نشونه در روی چارت هست که شما رو به این میتونه کمک کنه برای اینکه بتونید یه تصمیم بهتری بگیرید. یعنی چی سکرت؟ پس یعنی اینکه شما یک اینگالف اول اینجا میبینید، یعنی یک اینگالف اول اینجا میبینید. خب بعد از اینکه اینگالف خودتون رو تشخیص دادید در این قسمت، منتظر بودید که در این ناحیه شما یه پوزیشن سل بالفرض بگیرید، تو این ناحیه تا اینجا یه پوزیشن سل بگیرید. اما بعضی اوقات قیمت میاد یک اپسیلون بالای این ناحیه شما رو میزنه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه. زمانی که اینجوری شد شما چون پایین اینگالف بوده دیگه اینجا دو تا اینگالف پشت سر هم دارید و به این قضیه ما بهش میگیم، میتونید سکرت اسمشو بذارید و یک نشونه از برگشت قیمت خواهد بود به سمت بالا. پس جریان سفارشات رو رسم میکنید بر اساس اینکه جریان سفارش دور اینگالف شده یا جریان سفارش نزدیک، شما تصمیمتون رو میگیرید. خب حالا اگه سکرت نبود، اینجا FO بود چی؟ خب اینجا اگه FO بود یعنی شما اینجا یک FO دارید، تو این قسمت یه فیکوت دارید. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا منتظر میشید ببینید قیمت با این گره چیکار میکنه. خب اگه دوباره جریان سفارشات رو زده باشه، قیمت مسلما برمیگرده و خود جریان سفارش بالاتون رو برمیداره و به سمت پایین حرکت میکنه. اما اگه نه، قیمت اومده باشه زیر کل باکستون رو زده باشه، دیگه اینجا خود همین تکمیل سیمتریه که براتون قرار کار کنه و دیگه این گره خودش چون تکمیل سیمتری شده یک گره کامل هست و شما میتونید از اجزای داخلی این گره استفاده کنید. یعنی تا زمانی که قیمت زیر کل باکستون رو نزده، شما اجازه استفاده از اجزای داخلی این گره رو ندارید به عنوان جایی که بخواید فیکوت در نظر بگیرید و به سمت پایین تریدش کنید. فقط زمانی که قیمت اومد و کل باکس رو رد کرد، اونجا میتونید این رو به عنوان یک ناحیه تکمیل سیمتری شده استفاده کنید، با اینکه بالا سرش هم فضای خالی دارید و میتونید ازش استفاده کنید و دوباره یک سل در این نواحی ازش بگیرید. پس داستان جریان سفارش به این صورت بود که اگه قیمت بیاد و دوباره بعد از اینکه این ناحیه بالاتون رو تکمیل سیمتری کرد به سمت گره بعدی بیاد، شما به سمت جریان سفارشات گرهتون بیاد، خب اینجا جریان سفارش دور آرسش اینگالف شده و از آرس جریان سفارش بالا هم انتظار واکنش خواهیم داشت. یعنی ببینید به این صورت اینجا از جریان سفارشات دور آرسش اینگالف شده، از جریان سفارشات دور گره بالا هم انتظار داریم آرسش کار کنه این بار و گره رو به سمت پایین هدایت کنه. خب به این صورت هست که ما میتونیم یک شماتیک کلی، نقشه راه کلی رو از نوع دوم از گره های هم مقیاس هم داشته باشیم. پس این هم شد گره های هم مقیاسی که در خلاف جهت همدیگه دارن تشکیل میشن.